سپس عیسی، یوحنا، یعقوب و بطرس را با خود گرفت و به فراز کوهی برد بهر عبادت. و گاه دعا کرد، رنگ جبینش دیگر شد و پیراهنش رنگ رخشنده نقره گرفت. ناگاه دو پیغمبری پیشین موسی و ایلیاس در طاق آسمان نمودار شدند. تو آن بکنی که خداوند برایت فرموده. تو در اورشلیم بمیری. هنگام نیشب شدن از کوه بطرس به عیسی گفت: استاد، چه خوش است که ما همه این جاییم. 3 خیمه میزنیم، یکی برای تو. چون او به سخن آغاز کرد، ابر رخشنده پدیدار شد و به سر آنها نور افکند و پیروان هراسیدند، چون از ابر صدای آمد که این از پسری حبیب من، سخنش را بشنوید. این حادثه در اورشلیم رخ داد.